آقا ما الان سر خاک بودیم، بابا یک شب بچه‌ها فوت کرده بود، بعد جمعیت اومده بود شلوغ، بعد از این تاج گله آورده بودن یه عالمه نوشته بودن بزرگ خاندان، بعد وسطای مراسم بود یهو دیدم یه از این بچه‌های خوشگل مشکل اومد، از این پسرا که شبیه دختره اومد خودش انداخت رو جنازه. حاجی قربونت برم حاجی منو به کی سپرده؟ حاجی من شبا پیشه حاجی من شبا پیشه کی بمونم حاجی کنم دیدم حاجی مراسم خیلی داره به هم میریزه، رفتم اینجوری دوتا زدم بهش به خودش تو گفتم پاشو زشته بلا یه اون محکم زدم شد. آره دوستا آره دوست دارم محکم دارم گفتم داداش اینو جمع کنید الان آبروتون ببره. بودن 3-4 نفر اومدن اینجوری برداشتم بردنش، همونجوری سکوت شده بود یهو گفتن من یقرا الفاتحه